آقا رکورد شروع شد. درود بر شما. خیلی من بازم تشکر میکنم یک بار دیگه از آرن جان که به ما وقت داد و شما دوستان که حضور پیدا کردین اینجا دور هم صحبتی بکنیم. گفتم در مورد اینه که کسایی که میخوان اپلای بکنن مقاله رو چیکار باید کنن، چقدر مهمه و اگر مقاله ندارن از کجا باید شروع بکنن و اینجور حرف. سلام آرن جان، خوبی؟ درود بر شما. خوبی شما؟ قربانت، سلامت باشی. زنده باشی. ممنونم که تشریف آوردین، وقت گذاشتین. آقا مقاله چیه؟ اصلا داستانش چیه؟ ما میدونیم که یک صنعتی تو دنیا وجود داره به اسم صنعت آکادمی و چند تا وظیفه داره، چند تا خروجی داره، بابتش پول میگیره. یکیش جواب دادن به سوال هاست. از این دیدگاه بپرسیم که مقاله چیه؟ کلا چرا یه نفر مقاله می‌نویسه؟ خب ببین، اگه بخوایم که خیلی فلسفی بهش نگاه کنیم، نه اینکه حالا به چه درد میخوره، ببین آدم ها دوست دارن که در هر شغلی که هستن، هر شغلی، ولی حتی طرف یه قصاب باشه، همه آدم ها دوست دارن که اگر یک زحمتی میکشن و یک چیزی رو به دست میارن، اینو یه جورایی پابلیشش کنن. حالا این پابلیش کردن لزوما به چاپ رسوندن نیست، منظورم چیزی که همه بفهمن. و آدمیزاد کلا دوست داره که اسمش در دنیا شنیده بشه. این غیر قابل انکاره که همه آدم‌های دنیا در هر کاری که هستن، اگه موزیسین طرف، اگه هنرپیشه است، اگه کارگردانه، اگه سیاستمداره، اگه یه پزشک موفق، دوست داره که مردم دنیا بشناسنش. پس این یک رکن اساسی بشره که توی آکادمی هم به شاید میتونم بگم به یک نوعی بعضا اغراق‌آمیزش وجود داره. یعنی ما نمیتونیم اینو این حتی مال امروز و دیروز و 100 سال پیش هم نیست، حتی 2000 سال پیش هم یکی مثل خیام مثلا یا خوارزمی برای همین یه سری رساله می نوشتن میفرستادن این ور اون ور دنیا، تو بغداد و سمرقند، برای اینکه اسمشون همه جا ثبت بشه، در تاریخ بمونن. خب یکی از دلایلی که مردم مقاله چاپ میکنن همینه که بگن آقا ما هم داریم یه کارایی میکنیم. این یکی. ولی اگه دلایل آکادمیکشو بخوای بدونی، خب پژوهش وقتی انجام میشه یک ریزالتی داره. حالا یا ریزالتش دقیقا اون چیزی که تو میخواستی، یا نشون میدی که اون چیزی که فکر میکردی نمیشه. اینم یه جور ریزالته و این باید یه جوری به اطلاع همه آدم‌هایی که تو اون صنعت، تو اون زمینه دارن کار میکنن برسه دیگه، و الا پس اصلا برای چی داریم ریسرچ میکنیم؟ به همین دلیل افراد، حالا گروه‌ها یا بعضی تنهایی ریسرچ میکنن، فرقی نمیکنه، نتایج یک مطالعه‌ای که انجام میدن رو و فکر میکنن درسته چون لزوما ممکنه شما یه چیزی رو به دست بیاری، چاپش هم بکنی، 10 سال 20 سال 50 سال بعد یکی بیاد بگه نه مثلا آران دباغچی چرت گفته تو این مقاله، این غلطه، اینجاشو اشتباه کرده، که ولی اون هم ارزشمنده، چون تو یکی باید اون اشتباه رو میکرده که یکی دیگه بیاد بفهمه اشتباهه. در نتیجه اون مقاله بی ارزشی نیست. یعنی اگر یه وقتی یکی یه پیپری چاپ کرد، بعدها یکی اومد بهش ایرادی گرفت و یه پیپری چاپ کرد که گفت این داره اشتباه میکنه، هیچ کس نمیاد به اون اولیه بگه که تو چرا اشتباه کردی. چون این یه چیز ترایل اند اروره. شما نمیتونیم آیه وحی منزل که نیست بگی پس این درسته قطعا. خب ببین، من یه خود این سوالایی که آماده که نکردم، یه خود این چند روزی که داشتیم به این موضوع فکر می‌کردیم ببینم برگزار کنیم، تو ذهنم پرورش دادم که این سوال بپرسم. بعدش یه سری جواب‌هایی هم دارم و برای اینکه این واقعا سرعت این وبینار یه خود بیشتر بشه، کسی که مثلا اون طرف وبینار نشسته مثلا که خود حس کنم من از وقت زبانم گذاشتم، مثلا اومدم این وبینار اینجا یه چیزی که میگم و اینها، میخوای که خیلی کوتاه‌تر به این موضوعات جواب بدیم و بریم که شما منو قطع کنه هر جور زیاد رفتم. نه خب باش. ببین من نظرم بیشتر سمت این بود که یه صنعتی وجود داره به اسم آکادمیا. یکی از کارهایی که میکنه تولید علمه. یکی از کارهایی که میکنه اینه که افراد سوال دارن ولی تخصص جواب دادن به اون سوالا رو ندارن. مثلا این سوال داشته باشم که تو خاک باغچه‌مون چقدر طلا وجود داره، میخوام استخراج بکنم ولی نمیتونم برم از اول یاد بگم چجوری اینو اندازه بگیرم، چجوری مثلا دستگاهشو بخرم، چجوری مثلا اینو تست بکنم. یه سامپلش میبرم دانشگاه بهم جواب میده. و از یک جای به بعد برای اینکه این جواب‌هایی که داده میشه
به صورت که قراردادی در اومد در موردش که یه حالت کلی داشته باشه که بعداً بشه این جواب‌های دیگه رو خوند با هم مقایسه کرد و حتی ازشون ریپرپس کرد. به این کلش گفتن یه مقاله. و حالا بریم در مورد این صحبت بکنیم که این مقاله از چه چیزهایی، چه قسمت‌هایی تشکیل شده. چیزهایی که من میدونم به صورت جنرال ممکنه برای رشته‌های خاصی یه خورده این داستان‌ها متفاوت باشه، ولی به صورت جنرال تا جایی که من میدونم طبیعتا یه تایتل داره، نوشته که کیا نوشتنش، ابسترکت داره و بعدش یه بادی داره و آخرش هم کانکلوژن و رفرنس و اینجور چیزها. در مورد اینها حرف بزنیم، خیلی وارد جزئیات این که هر کدومشون چی هستن نشیم و در حد یه خط در مورد همه اینها حرف بزنیم و بریم سراغ سوال. خب آره، من توضیح بدم که مقاله چه استراکچری داره. آره، استراکچر کلیه یه مقاله با هم بررسی بکنیم. خب ببین، همونجوری که خود گفتی تو رشته‌های علمی مختلف بعضی اوقات یه خورده مقاله نویسی مختلفه. مثلا رشته‌هایی که یه خورده اکسپریمنتاله یه سکشن متدز هم دارن که توضیح میدن مثلا اگه ما تو آزمایشگاه فلان کار کردیم متد چی بوده، اونا هم هست. خب تو ریسرچ‌های تئوریکال این خیلی معنی نداره. مثلا در ریاضی، فیزیک یا بعضی از مقاله‌های مهندسی که طرف یه سری سیمولیشن نهایت کار عملش کد مطلب مثلا بوده، اون دیگه متد نداره به اون معنی. ولی به صورت جنرال همونجوری که گفتی یه تایتل داره که عنوان اون مقاله است. اول از همه که ما دو تا دسته‌بندی کلی مقاله داریم، یکی مقاله ریویوه، یکی هم ریسرچ پیپره که اینا استراکچرشون فرق میکنه یه خورده با هم تو بعضی جا. حالا بسته به اینکه مقالتون چیه یه تایتلی داره، شما یک عنوانی برای مقالتون انتخاب میکنید که این عنوان هم یه روش‌های مختلفی برای انتخابش وجود داره. مثلا اگه شما یک مقاله ریسرچی دارید، اون مقاله ریسرچ پاسخ به یک سوال بوده، پس بهترین نوع تایتلی که میتونید براش انتخاب کنید یه تغییر شکل یافته صورت همون مسئله است. این از این. خب زیر تایتلش اگه دیده باشید همیشه اسم نویسنده ها هست دیگه. حالا این که چجوری این نویسنده ها رو تعیین کنیم کی اوله کی دومه کی سومه، این یه سری اختلاف بین علما وجود داره. به خاطر چی میگم این برای وبینار ما الان خیلی مهمه، چون آره، به خاطر اینکه ببین یه چیز مصالحه‌ای این در واقع، یعنی اینجوری نیست که یعنی دعوا نمی‌کنن سرش که آقا من اولم یا تو دومی. بعضی کشورها هستن که اول دوم سوم رو بر اساس اسمشون میذارن فقط. یعنی مثلا این مثلا آران چون با ایه بشه نویسنده اول اسم اولیه، بهرام چون با بیه بشه بعدی. ببین این هست تو بعضی جای دنیا. ولی این بعضی اوقات هم حتی اگه سنت شما یه چیزی باشه ولی یه ژورنال یه سنت خاصی داشته باشه، باید اون سنت اون ژورنال رو انتخاب کنید. مثلا من همین اخیراً یه پیپر سابمیت کردیم، من خیلی برام مهم نبود کی اوله کی دومه، چون حالا خیلی هم فرق نمی‌کرد. ولی اون ژورنال گفته بود که نه، باید تعیین کنید که کورسپاندینگ آتورش کیه. یعنی کی اون مقاله رو به عنوان، حالا یه خورده خودمونیش میشه صاحب مقاله کیه، بقیه حالا یه کمکی کردن و ما مجبور بودیم که بنویسیم که آقا مثلا فلانی کورسپاندینگ آتور. این دلیلش دو تا چیزه ها، حالا یعنی فقط این نیست که به یک نفر حال داده باشن. این دلیلش اینه که اونی که اسمش کورسپاندینگ میشه مسئولیت اون تکست رو داره. اگه 4 روز دیگه یه گندی در بیا یا هر چیزی که بشه دیگه، بعدن به اون کورسپاندینگ آتور در واقع مراجعه میکنن که آقا مثلا یکی اومده گفته این خط شما دزدی ادبیه مثلا یا همش هم چیزای بدا نگیم، یکی اومده گفته که آقا اینجا رو شما چجوری این کلاریفای نشده، ما سوال داریم دیگه، به اون برمیگردن. ولی به طور کلی من فکر کنم سر همچین چیزی استعفا داد. من متوجه نشدم چی گفت. رئیس استنفورد قبلیه فکر کنم سر همچین چیزی سر تو یک مقاله‌اش اومده بود دیتا تقلب کرده بود توش و ساخته بود دیتا رو و با خاطر که کورسپاندینگ بود اومد چیز کرد. دقیقاً به خاطر اینکه اونای دیگه که کورسپاندینگ نیستن میگن ما کمکش کردیم، ما نمیدونستیم که مثلا قصه چیه. حالا بعضی ژورنال ها آخر مقاله یه سکشن توی تمپلیتشون میذارن که شما اونجا کاملا توضیح بدی که آران چیکار کرده، بهرام چیکار کرده، اصغر چیکار کرده، اکبر چیکار کرده. میتونید کاملا و یه منوال هم توی اون سایتشون دارن که مثلا آران دباغچی طرح موضوع کرده
مثلا مدل سازیشو کرده، فلانشو کرده، بیسارشو کرده. بهرام ماوندادی کارهای سیمولیشن کامپیوتریشو کرده مثلا. حالا اگه مقاله آزمایشگاهی باشه میگن مثلا فلانی رفته سامپل جمع کرده، نمیدونم نفر چهارم تو آزمایشگاه تست، یعنی اینا کاملا میتونی کلاریفای بکنی توی آخرش. بعد از اینکه اینا رو تعیین کردی که یه رسم و رسومی هم داره که علامت گذاری بشه اینا، زیر این یه تیکه کوچولو به نام ابسترکت، یعنی چکیده. تو ابسترکت شما باید بیاد واقعا به معنی چکیده، دقیقاً درسته چکیده. چرا؟ چون شما تو اون تیکه میای شالوده، اون چیزی که به چلونی مقاله رو ازش میریزه میشه چکیدهش، میای توضیح میدی که آقا مسئله ما به صورت مختصر این بوده، این دلایل مهم بودن این مسئله است، ما سعی کردیم با اینو مطالعه کنیم و اینا رو حالا بتونیم پاسخ بدیم. یعنی خیلی ببخشید من خودمونی صحبت میکنم که قشنگ جا بیفته. خیلی قرار نیست که شما کاری که کردی رو تفت بدی توی ابسترکت. نامه نمی نویسی واسه مخاطبت، در حدی توضیح میدی که کیورد توش باشه که بعضی از مقاله ها هم دقت کرده باشید زیر ابسترکتش کیوردز رو نوشته، یه 3 یا 5 تا کیورد مقالت رو باید بذاری. که من که توی سرچ کردم میخوام مثلا در مورد مثلا یه روش عددی برای حل معادلات فلان بخونم، مقاله شما اومده توی فید گوگل اسکالر مثلا، من دیگه وقت نذارم برم یه ساعت اصل فایلشو در بیارم، ممکنه 100 صفحه باشه اون مقاله، نمیشه که همشو خوند که توی 10 دقیقه. که اون ابسترکت رو میخونم بالاخره، یا کاملا بی ربطه که اسکیپش میکنم، یا کاملا مرتبطه که میرم میگم اوکی این اصلا همون چیزی که من میخوام، یا slightly related، یعنی مثلا میگی آقا اینا ریسرچشون روی یه چیز دیگه بوده مثلا، ولی چون اینجا از این تکنیک استفاده کردن این به درد من میخوره. حالا مهم نیست مسئله اونا ربطی به مال من نداره، به هر صورت اون یه پلاکه، یه کاتالوگ کوچولو از مقالتونه که شما اون هر کی اونو خوند اگر این کاره باشه، اگه آدم آماتور، حالا من منظورم نیست، اگر این کاره باشه میفهمه این مقاله به درد میخوره یا نه. پس این شد ابسترکت. معمولاً هم 220 ورد نباید، کلمه بیشتر نباید باشه، یعنی قصه نباید بنویسی اونجا، خیلی کوتاه. ابسترکت معادله نداره، ابسترکت فرمول شیمیایی نداره، ابسترکت فقط تکسته. بخونه 3 دقیقه 2 دقیقه بخونه طرف بیاد پایین. پس این از این تا اینجا ورودی مقاله بوده. بخش دومش که معمولاً همه مقاله ها دارن یه اینتروداکشنه. اینتروداکشن دیگه مال کسیه که خواسته مقاله رو باز کنه بخونه. اونجا تو اینتروداکشن شما میتونی به تفصیل در مورد پیشینه اون مسئله، اهمیتش، اینکه حتی بقیه چی کار کردن. شما یه وقت میبینی یه موضوعی انتخاب میکنی که شما که نفر اول نیستی که رفتی سراغش، ممکنه هزاران نفر دیگه قبل و بعد و همزمان با شما هم رو اون کار کرده باشن. اونجا میتونی بگی آره این مثلا این مسئله، حالا مثلا من از دید ریاضی میگم، این مسئله در 1980 مثلا مطرح شده، اونی که اولین بار اینو مطرح کرده این کارا رو میکرده، به این نتایج رسیده، بعدها مثلا A و B و C و D اومدن این کارا رو کردن، این چیزها رو از توش در آوردن فلان بیسا، اینا رو همه رو میگی، بعد یه اشاره‌ای به کار خودت میکنی که ما تو این مقاله چی کار میخوایم بکنیم، کردیم یا میخوایم بکنیم، حالا به عنوان کسی که داره میخونه. آره ما هم اومدیم مثلا رو این مسئله، رو این قسمتش با این فرضیاتی که در نظر گرفتیم یه مطالعه انجام دادیم، درست؟ و معمولا اینا چی میگن، رسم و رسومشه که اینو که توضیح میدن ته اینتروداکشن میان میگن که این رودمپ این مقاله چه شکلیه، برای اینکه کسی گیج نشه چی داره میخونه. خب یا اگه یک سکشنش براش تکراریه، چرا میگن تکراریه؟ برای اینکه شما وقتی مثلا یکی میگه که من میخوام یک مطالعه، اصلا میخوام تز دکترا یا ارشدم رو روی مثلا معادله شرودینگر بنویسم مثلا، حالا یه مطالعه میخوام روش بکنم. بعد یه مدتی که شما هی مقاله میخونی در مورد معادله شرودینگر، هی میخونی، هی کتاب میخونی، هی چپتر باز میکنی، نه یه چیزایی رو بعد از یه مدت تکراری میبینی همش تو مقاله ها، برای اینکه اونا هم همون کارو داشتن میکردن. این رودمپ رو چرا مینویسن؟ برای اینکه اونی که مثلا این مقاله صدومشه تو این موضوع داره میخونه دوباره نره مثلا چیزای تکراری رو بخونه حوصله‌اش سر بره. میگن آقا این مقاله سکشن 2 متد، سکشن 3 اینترپریتیشن، مثلا سکشن 4 نومریکال سیمولیشن، سکشن 5 هم کانکلوژن و دیسکاشنه.
آره. اینو میارن آخرش که شما بفهمی کجای کاری. بله مثلا یکی از کاراش هم اینه که مثلا شما ممکن دنبال اون چیز خاصی هست که تو اون متد استفاده شده، من برم این چاره رو بخونم ببندم بره. دقیقاً چون مثلا همین که گفتم، مثلا چون میگم ببین وقتی که روی مسئله خیلی ریز میشی، حتی نه تنها موضوع ممکنه تکراری تو مقاله ها ببینی، بلکه تو ریفرنس مقاله ها مقاله تکراری میبینی. این برای من پیش اومده که از یه جای به بعد هرچی مقاله خوندن دیدم یه 10-20 تا مقاله همش تو همه اینا تکراریه، نشون میده که اونا هم مثل من اینو ریویو کرده بودن و مثلا تو چیزشون آوردن. همینی که میگی، مثلا میگه سکشن A و Bش به درد من نمیخوره، چیز خیلی جالب و جدیدی نداره، من اون متد میخوام ببینم اینا اون تیکشو چیکار کردن، در نتیجه دیگه نمیشینم 40 صفحه بخونم تا برسم به اون. مستقیم، تازه بعضیاشون اگه دقت کرده باشی هایپرلینکه، یعنی اگه روی اون سکشن کلیک کنی راست میبرت تا همونجا دیگه. من همونو میرم میخونم، به من مربوط نیست قبل و بعدش چیه. بسیار همون باقیش بکنم که بسته به اینکه اصلا ریسرچ چی باشه متفاوته ها. آره خیلی متفاوته، برای اینکه همونجوری که عرض کردم ریسرچ تئوریتیکال خب چیزای متد به معنی متد نداریم ما تو ریسرچ نظری، که روش استفاده نمی‌کنیم، بیشتر یه اپروچ داریم، میگیم از این دیدگاه مثلا. آره. از اونجایی که بادی مخاطبای ما یه خورده از رنج گسترده‌ای از همه رشته‌ها هستن، تا جایی تا مرز جنرال پیش بریم. چون وقت نذاریم برای چیزایی که مثلا ریزن و اینها، چون درد خیلی ها نخوره. آره. و حالا بعدش هم فکر کنم یه کانکلوژن با رفرنس. بعضی مقاله ها 2 تا تیکه دارن، بعضیشون کانکلوژن فقط دارن، بعضیشون دیسکاشن دارن، کانکلوژن هم دارن. البته اون یه مقداری دست نویسنده ها رو باز میذارم، مثلا بعضی وقتا شما میگید من کانکلوژن و دیسکاشن رو یک تیکه میکنم، یعنی هم نتیجه گیری میکنم هم دیسکاشن هم میارم. دیسکاشن الان میدونید چیه یا بگم دیسکاشن چیه؟ دیسکاشن مقاله های ریسرچی بیشتر دارن، مقاله های ریویو هم دارن ولی بیشتر تو ریسرچ پیپرها هستش. بعضی ژورنال ها هم به جای دیسکاشن از عبارت پتانسیال ورک استفاده میکنن. تو اون تیکه شما میگه آقا من این کارا رو کردم، ولی خب شما ریسرچت که دیگه نقطه آخر اون ریسرچ مسئله نیست که تا یه جایشو حتما تونستی پیش ببری، کل اون فضا رو که نتونستی کار بکنی. تو اون سکشن دیسکاشن بعد میگن که آقا در آینده بعد از این مقاله چه کارا میشه کرد، یا حتی بعضیا اینجوریان، مثلا من خودم این کارو کردم تو همین کار آخرمون، اون ایده‌ای که تو سرم هست و خودم میخوام برم انجامش بدم رو توی پتانسیال ورک یا دیسکاشن یا هر چی به صورت مختصر، حالا در حدی که دیگه کلا تو سینی تقدیم بقیه نکنیم، چون بالاخره ایده خودته، نباید حرومش نباید بکنی، ولی اونجا میگن آقا مثلا بعد از این میشه شما به عنوان کسی که میخوای این مقاله رو خوندی و میخوای تو این زمینه ریسرچ کنی، روی A و B و C و D میتونی کار کنی. اینا چیزاییه که ادامه این کار ما بوده، که یه هینتی به بقیه بدن که اونا برن رو چیا کار کنن. میدونی چی میگن؟ یعنی یک بخشی که در واقع یک مرامی میذاره و یه چراغ راهی به آیندگان نشون میده و حالا یا کار خودشون. بله همین. کانکلوژن هم که نتیجه گیریه دیگه. تمام. و اینها رو ما اول باید از کجا باید شروع بکنم؟ الان یه کسی رو در نظر بگیم، مثلا من پروژه کارشناسی هم داشتم، من میدونم مقاله چیه، مثلا یه زمانی بوده روزی مثلا 30 تا مقاله میخوندم، ولی الان فرض کن مثلا چند سال گذشته الان میخوام شروع کنم یه چیزی. اول اینکه من چجوری دیسکاور کنم که چه موضوعی رو برم سراغش، اینکه من آیا باید یه ایده از قبل خودم داشته باشم الان برم روش کار کنم، یا برم از یک جای ایده بردارم، یا همچین چیزایی. مثلا من اول برم ژورنالمو پیدا کنم بعد برم مقاله‌مو بنویسم. من الان نمیدونم از کجا باید شروع کنم. یعنی فردی هستش که هیچ پژوهش خاصی تو عمرش نکرده، میخواد اولین مقاله‌شو بنویسه. مقاله‌مه که میخوام من مثلا میدونم مقاله نوشتن چیه، اگر شروع بکنم مثلا یه تمپلیتی بهم بدم پرش میکنم، حتی ایده هم داشته باشم یه ایده میزنم پرش میکنم، ولی نمیدونم از کجا باید شروع بکنم. اول ژورنال رو پیدا بکنم، اول مثلا برم ریزالتمو آماده بکنم برای خودم، مثلا دوستانه، مثلا من الان دارم روی مچ کردن استادا با پتانسیال سوپروایزر و اینا دارم کار میکنم، یه ایده‌ای دارم، یه ریزالتایی دارم، یه حالتایی روشون دارم آزمایش انجام میدم، ریزالت دارم. خب ولی
میخوام در مورد کسی هم حرف بزنم که حتی ریزالت هم نداره. اول بره مثلا تو زمینه که داره کار میکنه یه سری ریزالت آماده کنه، بعد بیاد در موردش حرف بزنه، یا بیاد مثلا یک مقاله رو تعریف کنه بره بعد ریزالت آماده کنه، یا بره با یه استادی صحبت بکنه بین که مثلا یه پروژه بهش بدن مثلا واردش بشه اینو. و در نظر داشته باش ما داریم برای کسی محتوا تولید میکنیم که میخواد اپلای بکنه، یعنی کسی که میخواد مثلا اینجا بمونه دکترا بخونه نیستش و یه کسی یه رزومه بسازه، کیفیت رزومه‌اشو ببره بالا تا شانسش افزایش بده. برای این سری از آدم‌ها حرف بزنم. خب البته این سوال چند تیکه داره، برای اینکه اون که میگه یه مقاله رو میخواد شروع بکنه، حالا اون چیزی که آخرش گفتیم مشخص میکنه که فرد هدفت کیه. به صورت جنرال اگه بخوام بگم یعنی آدمی که خیلی اکسپریانس ریسرچ نداره، میخواد تازه استارت بزنه. اولین چیز اینه که شما این که گفتی ژورنال انتخاب کنی که این اصلا کار درستی نیست، برای اینکه ببین ریسرچ یک دنیای تاریکه. وقتی شما پا توش میذاری، تاریک منظورم بدا، یعنی خیلی معلوم نیست تو کجا داری میری. تو یه پلنی میچینی همیشه، ولی هیچ وقت نمیتونی بگی من اون A تا B که گفتم و عیناً رفتم. برای اینکه ریسرچ تو اگر چون نمیدونی مسئله به کجا کشیده میشه، یه جاهایی ممکنه تغییر مسیر بده، یه جاهایی ممکنه اصلا بفهمی این ایده مثلا الکیه، این به درد نمیخوره، من فکر میکردم این درسته پس نمیتونم اینو تا تهش برم، باید مسیر رو عوض کنم از یه ایده دیگه برم. پس این کار درست نیست که تو ژورنال انتخاب کنی بعد بری متناسب با اکسپکتیشن اون ژورنال مقاله بنویسی. شما که نمیخوای ریسرچ واسه اون ژورنال بکنی، حالا این نشد یه ژورنال دیگه، چیزی که تو دنیا زیاد ژورنال، پس این که اصلا هیچی مردوده. ولی من فرضمو میذارم برای دانشجوی سال آخر لیسانس مثلا، یا دانشجوی ارشدی که در فکر اپلای دکتراست، یعنی آدمی که کلا از آکادمی دور بوده رو واقعیت نمیتونم حرفی بزنم، برای اینکه اصلا نمیدونم چرا باید یکی مثلا از آکادمی دور شده باشه رفته کار کرده بعد یه دفعه میخواد برای این خیلی کار سختیه. واقعا هم هیچ ایده‌ای ندارم در موردش که چرا چجوری میشه حرف میزنیم آخرش، چون یک دسته زیادی از مخاطبانم از این نوع. خب ولی اون بحثی که میخوام بگم آدمی که تو آکادمی بوده، یعنی هنوز مثلا دانشجوه، یه خورده داغ‌تر هنوز، اون که گفتی بره به یه استادی مراجعه کنه، برای آدمی که هیچ اکسپریانسی نداره کار خوبیه. به خاطر چی؟ برای اینکه اون استاد به هر صورت یه تجربه طولانی تری از توی دانشجو توی ریسرچ داره، در نتیجه میتونه کمکت کنه. حالا یا استاد راهنماته یا یه استادی که قبول میکنه باهات کار بکنه، پس اون کار خوبیه، به شرطی که اون استاده ریسرچ خودش رو به تو تحمیل نکنه. یعنی اینجوری نشه که من بگم آقای ماوندادی میشه به من کمک کنی من مقاله بنویسم، میخوام ریسرچ کنم، بگه آره چقدر خوب، بعد تو رو یه جورایی بکنه فعله علمی خودش. من اینو اصلا پیشنهاد نمیکنم، برای اینکه شما ممکنه بیفته توی یه ریسرچی که اصلا حالت به هم میخوره از موضوعش، ولی مجبوری انجام بدی چون قول دادی. این که رزومت هم خوب نیست. نه خوب نیست، برای اینکه بایاس ایجاد میکنه. تو مثلا رفتی مهندس مکانیک شدی بعد رفتی مقاله مثلا شیمی دادی، خب یارو این جلو هر کی بذاری میخنده، میگه شما مگه مهندس مکانیک نیستی، برای چی مقاله شیمی دادی؟ آره. اون یعنی اصلا امتیاز که محسوب نمیشه، هیچی ممکنه تصور افرادو خرابم بکنه اصلا. بهترین کار اینه که اول شما یک علاقه‌مندی‌های علمی داری بالاخره در هر رشته‌ای که درس میخونی، درسته؟ میگی مثلا من از این تیکه بیولوژی خوشم میاد، مثلا میگی من از بیولوژی سلولار خوشم میاد، یعنی یه چیز خیلی گنده، یه بیگ پیکچر خیلی گنده. بهترین کار اینه که شما اول اون ایریا گنده ها رو مشخص کنی. موضوع پیدا کردن شکمی نیست، یعنی اینجوری نیست که من الان بشینم به افق خیره شم بگم من فردا میخوام این موضوع رو شروع کنم. نیاز به مطالعه، پیش مطالعه داره، پری استادی، پری لیترچر ریویو داره. اون موضوع گنده رو اول انتخاب میکنی، بعد یه خورده توش جستجو میکنی، کنکاش میکنی، میفهمی که به یک افراز کوچیکتری ازش علاقه داری، پس یه خورده زوم این میکنی، یعنی خورده میری گوشه تر، واردتر، بعد تو اون هیته یه خورده میچرخی. این کاری هم نیست که بگم مثلا یه سال طول میکشه، شاید کلش یه ماه طول بکشه برای انتخاب موضوع، یکی 2 ماه. بعد همینجور سعی میکنی اینو ریز بکنی. این کار اگه درست پیش ببری تهش میرسی مثلا به یه ست 10 تا مقاله که اینا توی یکی تا حالا مسائل مختلفن یا شاید حتی به هم مرتبطن، و چون مطالعه علمیش هم داشتی، تو هم تو تحصیلت داشتی، همین که بالاخره علاقه داشتی، این موضوع همش تو ذهنت بوده،
این کمکت میکنه که بعد از خوندن این مقاله ها احساس کنی که یا به یکی از این مقاله ها خیلی علاقه‌مند شدی، خوشت اومده، یا یک چیزی از تو، یه مپی از تو اینا در میاد واسط. خب و میشه اون ایده خامت که مثلا برای مثال چی بگم که جا بیفته. فرض کن یکی میگه من دانشجوی کامپیوتر ساینسم، حالا میخوام اپلاید اینتردیسیپلینریش کنم که یه خورده جالب تر بشه. مثلا از دیپ لرنینگ خوشم میاد توی کامپیوتر ساینس، ولی در همین این همون بیگ پیکچر است، من از دیپ لرنینگ خوشم میاد. از طرفی مثلا به علوم اعصابم علاقه منده. خب پس اون بیگ پیکچرت میشه دیپ لرنینگ این نوروساینس، درست؟ حالا اینو همینجور ریز میکنی مثلا میگی حالا من خیلی حالیم نیست از دیپ لرنینگ و اینا، ولی مثلا میگی که مثلا شبکه‌های عصبی چند لایه، مثلا حالا اینا خودم دارم در میارم، چیز علمی متقنی نیست، برای حل مسئله پیچیدگی فلان در فلان بخش مغز مثلا. این میشه اون موضوع ریز ریزه که یه سری مقاله از توش خوندی، بعد یا خودت انقدر مچور شدی، انقدر پخته شدی که بتونی تو همین حیطه یه ایده در بیاری، یا اینو میری با یه استادی یا با یه پستاک یکی از تو تجربهش بیشتره در میون میذاری، اون کمکت میکنه که بگه باشه اینو انتخاب کن، یا اینو میشه از تو دل اینا در آورد. اون میشه ایده اولیه تو که تو میگی من میخوام از دیپ لرنینگ برای مطالعه پیچیدگی شبکه‌های عصبی هیپوتالاموس مطالعه کنم. این ایده آخرته ها، یعنی اون چیزی که از دل این لیترچر ریویو در آوردی ولی هنوز خامه. حالا دیگه سعی میکنی اینو بپزی. چجوری میپزی؟ ریز ریز برای کامپوننت به کامپوننت اون مسئله سرچ میکنی، مقاله پیدا میکنی و سوال میپرسی البته، و این به ترتیب نتیجه میشه آخرش به یک پروپوزال که لزوما برای تز نیست، شما برای این مقاله هم میتونی پروپوزال بنویسی. من پیشنهادم اینه که رو این کار کنیم، اینم متد پیشنهادیمه، اینم نتایج احتمالیمه مثلا، که میشه یه مقاله ریسرچ که خود این کار ممکنه 1 سال از شما وقت بگیره که تا اون مقاله رو چاپ کنی، چون ریسرچ کار کندی. ببینید شما اگه مقاله ریسرچی برداشتی نوشتی که تو 2 ماه از اول تا آخرش جمع شد، اون مقاله احتمالاً یا قبلا یکی کار کرده یا واقعا موضوع جالب، یعنی یه جایش میلنگه که تو مثلا تو 2 ماه، مگر اینکه شما یک پروفسوری باشی که 30 سال استاد و ریسرچر، اون فرق میکنه. بله الان یک فول پروفسور مثلا فیزیک کوانتوم تو پرینستون میتونه تو 3 ماه یه مقاله ریسرچی خفن بنویسه چاپ کنه، چون اون خیلی دیگه ته قصه است. یعنی مثلا اینکه یه فوتبال، یه علاقه من با فوتبال بیاد خودشو مثلا با مسی و رونالدو مقایسه کنه، خب این اصلا اشتباهه که هیچ. حالا نمیدونم چقدر تونستم جواب سوالتو بدم. آره خوب بود. این برای کسی بود که مثلا الان سال آخرش تو فاز ریسرچ هستش، میدونه مثلا دوستاش دارن ریسرچ میکنن، دارن مقاله مینویسن، حتی میره با دوستاش حرف میزنن و اینها، و این خوب بود. و یکی از مثلا گزینه‌های دیگه هم اینه که مثلا توی یه پروژه کلاسی داشته خیلی خوب پیش رفته، ریزالتی داره که مثلا فکر میکنه چیز قابل انتشاریه و میتونه در مورد اون هم با همون استادی که مثلا اون پروژه کلاسی باش داشته، یا اصلا با استاد راهنماش حرف بزنه من میخوام تو این زمینه ریزالت دارم، حیف منتشرش نکنم و اینها. بله. و اونم به عنوان موضوع بذاره و بعدش دیگه باید بره تمپلیت بگیره و سعی کنه بر اساس اون داستانی که داره، حالا یه تمپلیت کلی که وجود، منظورم تمپلیت ژورنال خاصی نیستش، یا مثلا باید چه میدونم اینتروداکشن داشته، رودمپ داشته باشه، بده اون تیکه ها رو پر بکنه و اینها. حالا میتونیم اینکه ژورنال رو چجوری پیدا کنه و اینا هم بذارم قسمت، چون خیلی ها سوال پرسیدن در مورد ژورنال. و یه خورده بریم در مورد این که مثلا افراد زیادی هستن که مثلا کارشناسی گرفتن، الان میخوام برای کارشناسی اپلای بکنن، یا مثلا ارشد اپلای بکنن، یا ارشد گرفتن یه چند سالی کار کردن، چه میدونم سربازی داشتن حتی، و الان رفتن تو صنعت و حتی تو صنعتشون هم پژوهشی بوده. مثلا توی این داستانایی که داشتیم این بوده که فردی بوده مثلا تو فولاد داره کار میکنه، تو فولاد تو قسمت پژوهشی داریم که ما چی کار بکنیم فولادمون بهتر میشه، اینا کار میکرده و اینا، و حتی ریزالت داره. حالا نمیدونم اخلاقی هست این ریزالتی که مالی شرکتی بوده چجوری منتشر، ایناش بماند. خب اینا چیزای خیلی تخصصی تر.
ولی یه فاز اینو داره که مثلا من الان یه چیزی میخوام بنویسم، یه چیزی داشته باشم واقعا اضافه کنم به دنیا اینها، اون باید چیکار کنه؟ اون باید بره استاد مثلا دوران ارشدشو پیدا بکنه، با هم بشناسن، یا مثلا یه استادی تو لینکدین جایی پیدا کنه با هم کار بکنن، یا مثلا با دوستاش بشینه، یا خودش مثلا یه راهی وجود داره که خودش تنهایی بشینه مثلا بدون ادوایز با استاد جی پی تی، با یوتیوب، با اینجور چیزها کار در بیاره و یه چیز خوبی رو منتشر بکنه. ببین اول از همه یه چیزی من بگم، اینو من شاید الان همه بگن که اگه این عقیده رو داری چرا اصلا این وبینار رو داریم انجام میدیم. من یه چیزی ساده بگم، اینو دفعه قبلم گفته بودم، واقعا هیچ جای دنیا شما اگه بخواید اپلای کنید کسی ازتون مقاله نمیخواد. یعنی من اینو نمیدونم چرا تو کشور ما جا افتاده که مقاله یک بخشی از پکیج اپلایه. نه این نیست واقعا. یعنی اینجوری نیست که اگه یک استادی چرا پرایوریتی براتون میاره. اگه شما یه پیپر خوب چاپ کرده باشید مزیت خیلی خوبی براتون میاره. چرا؟ چون ثابت میکنه به اون کمیتی یا اون استاد که این ریسرچ بلده بکنه. خب ولی این به این معنی نیست که اگه شما مقاله ندارید پس هیچ استادی تحویلتون نمیگیره که بهتون ادمیشن بده. نه این اصلا مردوده. غیر از یه سری رشته ها که مقاله دادن توشون ساده تره و شاید حالا توقع باشه، ولی در عموما اینجوری نیست که یه استاد بگه تو چرا پیپر نداری پس برو پی کارت، من تو رو نمیخوام. این پس هیچی. ولی حالا به هر صورت آدما دوست دارن که مقاله داشته باشه، اینو انکار نمیکنن. در مورد این همیشه چرا اولویت میده و اینا میتونیم توی سکشن جدایی صحبت بکنیم. آره حتما. ولی من پیشنهادم اینه که اگه برای اپلای میخواید مقاله بنویسید مطمئن شید که مقالتون درست حسابی به درد بخوره. مقاله معمولی و ضعیف در ژورنال ناشناخته به درد نخور نه تنها امتیاز محسوب نمیشه بلکه اتفاقا سریعتر رزومتون رو به سطل آشغال منتقل میکنه. اینو خیلی من راحت میگم که یعنی سردرگم نباشی. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یک موضوع آبکی انتخاب کرده باشید، ریسرچتون اصلا سر و ته نداشته باشه و همینجوری فقط تو یه ژورنالی، آخه یه سری ژورنال تو شرق آسیا هست که اینا رو تو کشور خودشون هم نمیشناسن، ولی وقتی میری توش میبینی که متاسفانه هموطنان ما، حالا خیلیشون هم استاد دانشگاه انا، نه منظورم آدمای عادی، با گونی تو این مقاله چاپ کردن، چون مثلا یه هفته طول میکشه پابلیشش کنن. ریویو اون مقاله 3 روز طول میکشه، روز پنجم پابلیش میشه. آره. بهتر اگه میخواید اونجوری مقاله بنویسید اصلا ننویسید. یعنی چرا؟ چون بعضی اوقات بعضن رزومتون خوبه مقاله ندارید اتفاقا جذابتره، چون ممکنه طرف بگه این مقاله نداره ولی به نظر آدم باسوادی میاد بگیریمش. ولی اگه رزومتون عالی هم باشه یه مقاله اونجوری توش باشه، طرف همه چیزم نگاه کنه میگه ای پیپر برام بخونم، میره نمیخونه میگه خب ان شاءالله که موفق باشن بعدی. پس اینو در نظر بگیرید. تا بحثش داغه اون سکشنی که گفتم همینجا اجرا بکنیم. من هم نظرم میتونم زمینه بگم، بعدش میریم دنبال اون که فردی که مثلا دور بود الان چجوری برگردونیم. من اینو میخوام مثلا یه چیزی مثل گچکاری مقایسهش بکنم. شما مثلا کسی میره شاگرد گچکاری بشه مثلا حقوق بگیره و اینها و ازش می‌پرسن مثلا قبلا چی کار کردی و اینها، ازش انتظار شاید نداشته باشن که مثلا قبلا یه مجسمه گچی مثلا خیلی خفن ساخته باشه و اینها، ولی اگر یه چیز خوبی ساخته باشه خیلی چیز به درد بخوره، اون سابکاری که میخواد استخدامش بکنه خیلی راحت‌تر قبولش میکنه، میگه این طرف بلدی مثلا این قصه رو چجوری در بیاره. آره. ولی اگه مثلا کسی باشه که مثلا رفته باشه تیکه‌های گچبری از اینا که تو بازار میفروشن و داشته باشه مثلا کثافت چسبونده باشه به دیوار، اونو نشون بده، خیلی اوضاعش بدتر میشه. این داستان مقاله هم همین شکلیه. ما نباید صرفا مقاله بهتری داشته باشیم، ولی اگر یک مقاله خوب داریم تو اولویتیم. یعنی استاده باید به این فکر میکنه که من باید به این مقاله نوشتن رو یاد بدم یا یارو بلده میاد با هم کار میکنه، و اگر قرار همون حقوقو بهش بدم بهتره کسی رو انتخاب کنم که مقاله نوشتن بلد باشه. برای همینه که مثلا اگر چیز خفن که منظورم این نیست مثلا یه تیکه از علم رو جابجا کنه، نه قرار نیست نوبل برده باشه اون مقاله، ولی اگر که مقاله که از نظر ساختاری کیفیت داشته باشه، از نظر اینکه من یک سوالی رو طرح کردم به صورت منطقی تقسیمش کردم به یه تیکه هایی و اون تیکه ها رو جواب دادم، اینا رو کانکلود کردم به یک نتیجه ای، این خیلی ارزشمنده، چون استاد لازم داره یک سوالی رو بهش دادن
بیاد یه کسی بذاره اونجا تیکش کنه، تیکه ها رو حل کنه به هم بچسبونه. این که من تونستم حتی این تیک کردن رو نشون بدم و حل کردن رو نشون بدم، اون چیزی که کسی که مقاله نداره نمیتونه نشون بده. هر چقدرم که توی جای مختلف اپلیکیشنش بگی من این کارو بلدم. و حالا اینکه مثلا از کلمات خوبی استفاده کرده، حتی اینکه ظاهر اون مقاله چه شکلیه، مثلا پاراگراف بندیاش خوب هستن یا نه، این چیزیه که برای اون استاد مهم میتونه باشه. و برای دکترا مخصوصا برای رشته های که توشون مقاله دادن به قول شما آسونه، آدم های زیادی هستن که مقاله دارن و اگر ما نداشته باشیم واقعا ته لیست قرار میافتیم. و این نظر شخصی منه. و مثلا تو هند و چی طرف اصلا از یه جای به بعد که انگلیسی تو مدرسه‌اش درس میدن، بعدش از اونجا به بعد هم دیگه مقاله نوشتن آسون میشه و اینها. حتی تو مجله‌های زرد چینی مثلا یه مقاله می‌نویسه ولی موقع سابمیت کردن اپلیکیشنش این مقاله که هست باز میشه، بالاخره اون استاد میبینه اینا رو و میگه خب این اومده 2 مقاله چرته ولی مثلا تونسته یک کاری رو شروع کنه به انجام برسونتش. این در مقابل مثلا کسی که از ایران میاد، از آفریقا میاد و اینا یه قدم جلوتره. همچین حسی دارم مثلا. ببین این حرف تا یه جایی درسته ولی با توجه به چیزایی که خود من دیدم همیشه هم اینجوری نیست. به خاطر اینکه در غرب کوانتیتی خیلی مهم نیست، کوالیتی مهمه. آره همون کوالیتیشو دارم میگم دیگه، تونسته کاری بکنه. ببین شما حتی اگر پیپر هم ندارید ولی اگه یه تز خوب نوشته باشید و اون تز خوبتون رو جوری پرزنت کنید که توجه جلب کنه، به مراتب اسکیل شما در ریسرچ و تولید ایده رو بهتر نشون میده. یعنی میخوام بگم که نگاه ابزاری به پیپر نوشتن نداشته باشید. این خواسته قلبیمه واقعا. یعنی اینجوری نباشه که بودم برم امسال یه پیپر چاپ کنم که اپلای کنم. نه، اگه دوست داری، این یه کار دلیه. یعنی شما دوست داری ریسرچ کنی، خب باشه، اگه ریسرچ خوب بود پابلیشش کن، کسی نگفت نکن. ولی برای اینکه ببین بعضی اوقات اینم بگم، بعضی اوقات نویسنده سوم چهارم یک مقاله خوب بودن به مراتب بهتر از نویسنده اول یک مقاله داغونه. یعنی اگر در خودتون نمیبینید که یه مقاله خیلی خوب چاپ کنید، منظورم ریسرچ پیپره، حالا به ریویو پیپر هم میرسید، سعی کنید خودتون رو در یک گروهی قرار بدید که حداقل دیگه کمترین کارش این باشه که بهتون بگن این کد لیتکشو بزن، نمیخوام مثلا ریسرچ کنی، فقط بنویسش. اون بهتره تا اینکه یه مقاله به درد نخوره نویسنده اول یا دوم بنویسید که هیچ، حتی تو ایران هم اگه جلوی استاد ایرانی هم بذارید بخنده بهتون. آره من یه حرفایی زدیم ولی به دو جنبش توجه کردیم و اینها. و تا دقیقه این رو هم بگم من این تو مشاورهایی که داشتم دیدم افرادی هستن استاد مثلا دوران ارشدشون، استاد راهنماشون و اینها هنوز داره باشون کار میکنه و ازشون پول میگیره، اسمشون رو می‌نویسه تو مقاله و اینها. و داستان اینه یه کانتریبیوتور خیلی کمی هم دارن و اینها، ولی توجه داشته باشیم اون استاد ایرانیه که داره این کارو میکنه، اون هر چقدر کوانتیتی مقالهش زیاد باشه اینجا بهش پول میدن و مثلا رتبه علمیش بالا میره و اینها. خیلی فکر نکنید چون برای اون مفیده برای شما مفیده و اینها و تو همچین دامی نیافتیم. اون اتفاقا دوست داره که مثلا تنها نباشه، مثلا یه پولی هم بگیره، 2-3 تا این کنارش بشه، میگه ما کار مهم می‌کردیم، آقا مثلا دانشگاه می‌خواد به ما پول بدی، ببین مثلا 3 نفر اومدن با ما همکاری کردن و تو این داما نیافتید. یه چیزی باشه که مثال گچکاری مثال خوبیه، اگر تونستید قوس در آوردنتون گچکاری رو به خوبی تو مقاله‌تون نشون بدید، یه استاد گچکاری یه جایی از کارتون خوششون میاد و استخدامتون میکنن. اپلای استخدام اینطوری به موضوع نگاه بکنید. در مورد اون بنده خدایی که مثلا الان تو صنعت بوده میخواد برگرده و اینها صحبتی داریم یا به نظر؟ ببین من خیلی نمیتونم در مورد صحبت کنم بلکه من خودم این کارو نکردم. خب یعنی من درستم نیست که نظری بدم در موردش زیاد. اون بهتره از کسی که مثلا این کارو کرده سوالشه. ولی من فکر میکنم که اگه کسی در صنعت بوده باشه و بالاخص این چیزی که شما میفرمایید، یعنی به احتمالاً مهندس یا یک سری علوم کاربردی طرف خونده، مقاله میتونه بنویسه. چرا نمیتونه؟ مقاله نوشتن که اینجوری نیست که فقط مال آدمی باشه که پی اچ دی داشته باشه، منتها به شرطی که توی اون کاری که انجام داده به یک چیزایی توجه کرده باشه که
به نظرش مهم بیاد که آقا مثلا همین که میگی مثلا تو فولاد من کار میکردم مثلا و تو مدتی که توی فولاد کار میکردم این چیزا به نظرم اومد که کسی بهش توجه نمیکنه و میتونه همونو بکنه یک موضوع که براش لیترچر ریویو بکنه و ببینه اگه میتونه آره چه بسا اینکه یه سری ژورنال حالا اینو من میگم چون کارم نبوده دقیقاً نمیدونم ولی یه سری ژورنال ما داریم تو دنیا که اینا ژورنال های دارم فکر می‌کنم که یه عبارتی درستی براش پیدا کنم نمیخوام بگم ژورنال مهندسی چون ژورنال مهندسی اون معنی نمیده یه سری ژورنال های فنی اینداستریالن یعنی لزوما اونایی که اونو چاپ میکنن استاد یا آکادمیک نیستن خیلی هاشون مهندسینی هستن که تو آرندی شرکت‌های بزرگ کار میکنن تجربهشون یا یه سری ریزالت های صنعتیشون رو چاپ میکنن یعنی اصلا ممکنه شما اونو وا کنید دو تا معادله هم توش نیست فقط اکسپریانسه اون هم چاره داره منتها خیلی وقتا یه چیز بگم ممکنه اون مقاله ارزش بالایی داشته باشه ولی برای صنعت ارزش بالایی داشته باشه برای یک ریسرچر آکادمیک میگه خب این اصلا به کار من نمیاد چیکار کنم یعنی ولی یه چیز بگم اونایی که این کارو کردن فکر نکنن که چون رفتن کار کردن و از آکادمی دور بودن پس مهره سوختن خیلی وقتا به خصوص برای پی اچ دی این خیلی مهمه خیلی جای دنیا تو رشته‌های فنی مهندسی اتفاقا آدمی که البته نه به این معنی که مثلا 30 سال 15 سال طرف رفته کار کرده یعنی دیگه یه آدم مثلا 50 ساله منظورم نیست منظورم مثلا یک جوانیه که مثلا 22 سالگی رفته سر کار الان مثلا 27 8 سالشه یعنی هنوز سن اپلایش هست اینو یه وقت اشتباه نگیرید خب بگم ما بریم 10 سال کار کنیم تجربه کاری کسب کنیم بعد تو 40 سالگی بریم تازه اپلای کنیم نه منظورم که اون گپه حفظ بشه تجربه کاری تو بعضی از رشته‌ها اتفاقا شاید از یه پیپر هم ارزشمندتر باشه به خاطر اینکه آکادمیک‌ها همیشه همه چیز رو در آزمایشگاه دیدن در سیمولیشن دیدن خیلی وقتا اون چیزی که در صنعت اتفاق میفته با اون چیزی که در ریسرچ اتفاق میفته خیلی فاصله داره یعنی شما ممکنه یه کتاب مهندسی برق رو وا کنی یه حرفای توش زده ولی اونا رو وقتی میری از یک مهندس برقی که 30 ساله تو صنعت کار میکنه میپرسی میگه اینا قصه است توی واقعیت اینا اتفاق نمیفته یا اینجوری اتفاق میفته در نتیجه اونها یک پرایوریتی خاص خودشونو بعضن دارن چون بعضی جاهای پیش میاد که اتفاقا دنبال آدمی هن که صنعت رو هم لمس کرده و اگه از تو اون اکسپریانس صنعتیش یک پیپر چاپ کنه خیلی خوبه ولی برای یک کیسای خاصی ولی اون که میگه چجوری برگردیم یکی پیدا کنیم باهاش مقاله بدیم این خیلی پرسوناله ببین نمیشه نسخه واسش بشید که شما این کارو بکن این کارو بکن یه وقتایی ممکنه شما در یک گروه تلگرامی آدمی پیدا کنی تصادفی که اینترست های مشابه شما داره و با همون آدم بری مقاله بدی یه وقتایی ممکنه ارتباطت با استاد ارشدت مثلا خیلی خوب بوده یا استاد کارشناسی یه درسی باهاش داشتی یه پروژه انجام دادی اون پروژه هنوز تو ذهنت هست و میشه روش کار کرد این هیچ زشت نیست هیچ ایرادی نداره یعنی به نظر من اگر یه استادی اینو رد کنه اون استاد ضرر کرده برای اینکه شمایی که دنبال این کار هستی بالاخره یکی دیگه رو پیدا می‌کنی که اون کارو بکنی و معمولا استادهای ما تو ایران نمی‌کنن این کارو که بگن آ نه من با تو کار نمی‌کنم مگه ازتون خوشش نیاد یعنی اون یه چیز دیگه جداییه پس اگه واقعا این کارو می‌خواید بکنید ولی از دانشگاه فاصله گرفتید و نمی‌دونید چی کار کنید و استادتون هنوز بازنشسته نشده یا از ایران نرفته آخه الان یه جوری شده شما با یه استادی اوکی بعد یه سال بعد فارغ التحصیلات میفهمی اونم رفت از ایران کم اینکه حالا باز از ایران رفته باشه بهتر از اینه که بازنشسته شده باشه چون بالاخره اکتیو علمی هست با یه ژورنال بهتر هم میتونیم کار بکنیم آره چه بسا ممکنه این که مثلا با یه گروهی کار بکنیم با خارجی ها میشه این کارو کرد اون تا یه خود سخته به خاطر اینکه اگه مثلا میبینید که اصلا استادای ما تو ایران با خارجی‌ها مقاله میدن به خاطر اینکه اونا یه افیلیشن آکادمیک تو ایران دارن بالاخره یه دانشگاهی دارن که دارن توش کار میکنن میتونن تو کنفرانس‌ها اینا مچ بشن اون یه خورده سخته واسه کسی که تو دانشگاه نیست بخواد با خارجی‌ها مقاله بده ولی غیر ممکن هم نیست جان بشه طبیعتا اعتماد نمی‌کنم ممکنه وسطش ول کنه بره طرف نه آخه اصلا نمیدونی کیه شما ببین دستاورد علمی تو نباید با هر کسی هم در میون بذاری یا موضوع من به همون به یکی از استادایی که عدومو میشناسیم اپروچ کردم من میخوام مقاله نویسی یاد بگیرم مثلا سال دوم دانشگاه بودم خب مقاله نویسی یاد بگیرم میشه مثلا یه مقاله با هم بنویسیم من یاد بگیرم و اینها گفت بیا پروژه کارشناسی بگو نمیشه بدون پروژه کارشناسی گفت نه وسطش ول کردی رفتی من یقه کیو بگیرم دقیقاً درسته
آره همچین دقیقا این حرفی درسته. کاملا منطقیه. من معلوم نیست ول کنم برم یا نه، دا یه چیز بالا هم باشه اینم اوکی بشه. خب پس به نظرم اینو جمع‌بندی کنیم، کسی که مثلا توی آکادمی نبوده چند وقتی یک تجربه داره، یک ریزالتی داره، مثلا یه چیزی دیده که دیده تو کتابام نبوده، یه چیزی دیده که توی مقاله هام نبوده، اینها یه چیز جدید دیده توی آکادمیش، این یک دکمه‌ایه که میشه براش کد ساخت. حالا اینکه اون کد رو با کی بسازی و اینها یه خود